سلام دوستان، پارمین هستم و اینجا بخش از مسیر آرامش و رهایی روزانه ماست. امروز 12 آذر. صلاح من چیست؟ وقتی مشغول بررسی درونی هستیم، چه در مورد تصمیم‌های کوچک یا بزرگی که در طی روز به آنها برمیخوریم، می‌توانیم بیاموزیم از خود بپرسیم آیا چیزی است که به آن نیاز داریم؟ آیا این مسیر برایمان مناسب است؟ یا اینکه تسلیم کنترل و تأثیری می‌شویم که گاهی اجازه می‌دهیم دیگران بر ما داشته باشند؟ امروز شروع می‌کنم تا به مصلحت خود رفتار کنم. این کار را با درک این مطلب انجام می‌دهم که ممکن است انتخاب‌های من همیشه خوشایند اطرافیانم نباشد و در نتیجه تعمق در مصلحت خویش مرا یاری می‌دهد تا مسئولیت حقیقی زندگی و انتخاب‌هایم را بپذیرم. من مسئول همه انتخاب‌های خود هستم.